مشر احمد نون خشکی محلمون بود. همیشه نون خشکامون رو میدادیم به مشر احمد، به جاش نمک میگرفتیم. یه روز صبح وقتی داشت از کوچمون رد میشد به یه هندونه فروشی گفت آقا برای رضای خدا یه دونه هندونه به ما میدی؟ هندونه فروش هم گشت لابلای هندوناش یه هندونه گندیده داد به مشر احمد. هر جوری نگاه کرد دید اصلا قابل خوردن نیست. دست کرد تو جیبش، هر چی پول داشت داد به هندونه فروش و گفت آقا حالا یه هندونه خوب به من بده به اندازه پولم. هندونه فروش هم یه هندونه خوب وزن کرد و داد به مشر احمد. مشر احمد هر دو تا هندونه رو گرفت تو دستش و برد بالا، گفت خدایا ببین بنده ها تو این هندونه خرابه رو به خاطر رضای تو به من داده، این هندونه خوبه رو به خاطر پول. بعد هندونه گندیده رو پس داد به هندونه فروش و گفت مشتی آدم برای رضای خدا بهترینش رو میبخشه، نه